بوتکس ایرانی بزنم یا خارجی؟ سوالی که اکثرا توی کلینیک از من میپرسن. بوتکسایی که هستن الان داخل مارکت ایران، بوتکس مسپورت بوتکس ایرانی خوبه و بوتکس دیسپورت بوتکس خارجی که محصول کشور انگلیسه. من میخوام به تجربه و صادقانه بهتون بگم که کدوم بوتکس براتون بهتره. ما ایرانی ها عضلات صورت قدرتمندی داریم، زیاد با چشم و ابرومون بازی میکنیم، پس نیازه که بوتکس یک مقدار قدرتمندتر بشه که اینجا بوتکس مسپورت از لحاظ قدرتی از بوتکس دیسپورت یک مقدار قدرتمندتره و به تجربه دیدم که روی مراجعین اثر قدرتمندتری میذاره. حالا نقطه قوت بوتکس دیسپورت که بوتکس انگلیسیه چیه؟ اینه که انتشار کمتری داره. یعنی اگر فردی بوتکس مسپورت تزریق کرده، عوارضی مثل جوش پیشانی، مثل خشکی پیشانی، مثل پتوز یا افتادگی پلک یا حساسیت ها رو با بوتکس مسپورت ایرانی تجربه کرده، بهتر از بوتکس دیسپورت که خارجی استفاده کنه. و افرادی که کلا دوست دارن پروداکت های لوکسری استفاده کنن میتونن از بوتکس دیسپورت استفاده بکنن. من دکتر خیراللهی هستم و داخل این پست توضیح دادم که اگر بوتکس تزریق کردی و خدای نکرده پلکت افتاد چجوری درمانش کنی. بیا داخل پیجم و پست رو ببین.